الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. مسجد خانه الله سبحانه و تعالی و یکی از مکانهای مقدس نزد تمام مسلمان ها هست. احترام و بزرگ داشتن آن و تعمیر و نظافت و تازگی آن وظیفه هر یک مسلمان هست و در این مورد فضیلت های زیادی در احادیث گرامی پیامبر صلی الله علیه و سلم و در آیه های قرآنی ذکر شده است. از جمله الله سبحانه و تعالی می فرماید که استعیذ بالله انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. این است جز این نیست، یعنی بیشک و بی تردید مسجد را بنا میکنند کسانی که ایمان به الله سبحانه و تعالی دارند و ایمان و به روز قیامت دارند. تعمیر کردن و نظافت و پاکدامنی مسجد بسیار فضیلت های زیادی دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گوهربار خود می فرمایند که این را امام ابن ماجه روایت کرده است از حضرت جابر رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من بنى مسجدا لله كمفحص قطات او اصغر بنى الله له بیتا فی الجنه. یعنی شخص از برای رضای الله سبحانه و تعالی مسجد را بنا بکند به اندازه لانه کبک یا خردتر از آن، این را به خاطر الله سبحانه و تعالی بکند، یعنی در این حدیث مبالغه بر این است که چقدر اگر سهم کوچکی هم در مسجد بگذارد مکافاتی چون این انسان این است که الله سبحانه و تعالی خانه در مسجد در جنت برای او بنا میکند. یعنی اگر انسان برای خانه الله سبحانه و تعالی اگر چقدر سهم کوچکی هم بگذارد الله سبحانه و تعالی در جنت برای او یک خانه بنا میکند. و در حدیث دیگری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی برای رضایت الله سبحانه و تعالی به خاطر الله سبحانه و تعالی، نه به خاطر شهرت و خودنمایی بلکه به خاطر رضامندی الله سبحانه و تعالی مسجد را تعمیر بکند، ساختمان بکند، سهم بگذارد در اون مسجد، الله سبحانه و تعالی در جنت برای او خانه بنا میکند. حضرت انس رضی الله عنه میگوید که هر کسی در مسجد یک چراغ روشن بکند، ملائکه ها و تمام ملائکه ها و خصوصا ملائکه های بردارنده عرش الله سبحانه و تعالی برای او طلب مغفرت میکنند تا زمانی که این چراغ در اون خانه خدا روشنی میکند. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه میگوید که مهر حورهای جنتی این پاکیزه داشتن و نظافت و تازه نگه داشتن مسجد و تعمیر کردن آن هست. یعنی هر کسی در دنیا مسجد را تازه میکند و در مسجد سهمی میگذارد، در مسجد ساختمانی میکند، مسجد با دستانش در مسجد چیزی گل و گلکاری میکند، سهمی میگذارد، مسجد را بنا میکند، چون این انسان مهر حورهای جنتی را در دنیا داده است و پس از مرگ الله سبحانه و تعالی برای چون این انسان در جنت از حورهای بهشتی نصیب میگرداند، چون اون در دنیا مهر اینها را الکی پرداخته بود.